سلام دوستان، با همدیگه به دیدن موزه بایرشتس آرم موزیوم در انگلستات آلمان میریم. موزه ارتش باواریا یکی از بزرگترین موزه‌های تاریخ نظامی در اروپا است. بخش اول نمایشگاه دائمی جدید اشکال جنگ را در دوره حدوداً 1600 تا 1815 نشان می‌دهد. می‌توان آن را در کاخ جدید در اینگولشتات مشاهده کرد. ساختمانی با شکوه به سبک گوتیک که در قرن 15 برای دوک‌های باواریا ساخته شد. آرسنال و موزه از کجا آمده است؟ تعداد زیادی از سلاح‌های قدیمی در اتاق اول قلعه به نمایش گذاشته شده است. این به وضوح نشان می‌دهد که قدیمی‌ترین قسمت از مجموعه موزه به اسلحه‌خانه‌های قدیمی در بایرن باز می‌گردد. برای قرن‌ها نه تنها سلاح‌های مورد استفاده، بلکه یادگاری‌های ارزشمندی نیز در اینجا ذخیره می‌شد. امروز مهم است که تاریخ موزه را بیان کنیم. در سال 1879 در مونیخ تأسیس شد تا شواهدی از گذشته باواریا را به عموم نشان دهد. در آن زمان مردم این کار را با افتخار به دستاوردهای نظامی گذشته انجام می‌دادند. به این معنی به ویژه جنگ علیه فرانسه در سال 1870 تا 71 اما مردم همچنین شروع به تحقیق بیشتر درباره چیزها کردند و با بسیاری از موزه‌های دیگر در سراسر جهان تماس گرفتند. این موزه در سال 1945 به شدت آسیب دید و در سال 1972 به اینگولشتات منتقل شد. امروزه قطعات موجود در این مجموعه دیگر قناعی نیستند، بلکه شواهدی از تاریخ پرحادثه‌ای هستند که با جنگ و خشونت مشخص شده است. اینجا هم گنج‌هایی وجود دارد، حتی یک خزانه جداگانه برای آنها در یک اتاق برج تعبیه شد. با این حال آنچه در اینجا می‌بینید غارت نیست، بلکه چیزهایی است که به دلیل کمیاب بودنشان بسیار ارزشمند هستند. یک تفنگ گوز توسط کنت پالاتین اتریش هنگام شکار استفاده می‌شد. لباس منحصر به فرد قرن 16 یک سرباز اروپایی که در پرو یافت شد. در وسط آن به اصطلاح زره پاساو متعلق به حدود سال 1350 پیشرو زره آهنی بعدی است که شوالیه‌های اروپایی می‌پوشند. جنگ محور جنگ نبردهای اصلی بود. آنها در طبقه فوقانی در سالن رقص سابق قلعه نشان داده شدند. نیروهای مخالف در یک میدان باز با هم ملاقات کردند. هزاران سرباز اغلب در عرض چند ساعت کشته و زخمی شدند. این نمایشگاه اسلحه و تجهیزات رزمندگان را نشان می‌دهد. نبرد بسیار زنده است، اما جراحت ناراحتی را نیز نشان می‌دهد. استخوان‌های یافت شده در یک گور دست جمعی از نبرد 1645 شواهد ملموسی از زندگی، رنج و مرگ سربازان ارائه می‌دهد.
اگه دوست دارین فیلم های بیشتری از ما ببینید لطفاً سابسکرایب کنید و لایک یادتون نره. جنگ کوچک. اما زندگی روزمره در جنگ فقط شامل نبردها و محاصره‌های بزرگ نبود. راهپیمایی‌ها و اردوهای اغلب بسیار پر استرس بود. علاوه بر این استثمار کشور بود که جنگ را ممکن کرد. نیروها دائما در حرکت بودند تا غذای خود را تأمین کنند یا برای دشمن مشکل تر کنند. معاصران آن را جنگ کوچک می‌نامند. مردم غیر نظامی در طول آن بیشترین آسیب را متحمل شدند. در مرکز اتاق 2 کلاه ایمنی وجود دارد که هنگام غارت کشته شده‌اند.
خیمه وزیر بزرگ. چادر وزیر اعظم ساری سلیمان پاشا را میتوان دوباره در اتاق تازه طراحی شده موزه ارتش تحسین کرد. این گواه هنرهای زیبایی چادرسازان در استانبول و جنگ‌های طولانی مکرر با امپراتوری عثمانی است. این اتاق داستان چادر را از زمان فتح در سال 1687 تا به امروز میگوید. در سال 1683 امپراتور عثمانی به وین، شهر محل اقامت امپراتور آلمانی رومی، حمله کرد. امپراتور توانست حمله را دفع کند و جنگی شکل گرفت که تا سال 1699 پایان یافت. تقریبا هر سال یک لشکرکشی انجام می‌شد. در 12 آگوست 1687 نبرد بزرگی در غرب شهر موهاج در جنوب مجارستان کنونی در گرفت. ارتش عثمانی توسط وزیر بزرگ رهبری میشد و چارلز لور فرماندهی عالی نیروهای امپراتوری را بر عهده داشت. انتخاب کننده باواریا ماکس آمانوئل فرماندهی جناح چپ ارتش را بر عهده داشت. عثمانی‌ها شکست خوردند. آنها به سرعت میدان جنگ را تخلیه کردند و مجبور شدند اردوگاه و تمام تجهیزات خود را پشت سر بگذارند. ارتش شاهنشاهی غنایم هنگفتی دریافت کرد. ماکس آمانوئل گنج جنگ و چادرهای باشکوه وزیر بزرگ را ایمن کرد. چیزی که غیر عادی است، نه تنها شکل 12 ضلعی، بلکه نمد پشمی قرمز رنگ به عنوان لایه بیرونی برزنت چادره که چادر را برای شب‌های سرد مناسب کرده. از سوی دیگر نه تنها 4 پنجره، بلکه 6 دیوار از 12 چادر را میتوان تقریباً به طور کامل باز کرد. سپس چادر به نوعی آلاچیق باغ تبدیل می شود. در هر صورت تزئینات غنی داخل یادآور یک باغ بهشتی است. اگه دوست دارید فیلم‌های بیشتری از ما ببینید، لطفاً سابسکرایب کنید و لایک یادتون نره.